سلام، من رویام، یه دختر ماجراجو که تصمیم گرفتم تا جایی که میتونم تو همه چی سرک بکشم و شغلای مختلف و حرفه‌های مختلف رو تست کنم. اگه تو هم به موضوع خاصی علاقه داری و هیچ اطلاعاتی راجبش نداری به هم بگو، برام بنویس، من به جا تیرم تستش میکنم. خودت بریم کجا؟ شعبه سعادت آباد. اینجا چه خبر؟ کلی کار داریم. خب بیا بریم. لباسامو که بردارم. بله سری دیره. خیلی دیره. خب اومدیم شعبه سعادت آباد. اینجا اولین شعبه‌مونه، شعبه سعادت آباد که کافه هست، رستوران هست و اینجا اولین شعبه‌ایه که ما راه اندازی کردیم. چقدر جالب. بریم با هم دیگه چند تا آیتم بزنیم. بریم بزنیم. نظرتون چیه یه کولر اونجا بزنیم؟ موافقم. ببین امروز قراره که دو تا آیتم با هم بزنیم. دو تا آیتم سرد بزنیم، یه دونه آیتم گرم و بعد همشو قراره خودم بزنم دیگه. همشو خودت میزنی، من میگم و شما میزنی. مفاهیم اولیه باریستایی رو بهم میگن و من قراره که خودم بزنم همه اینا رو. اینو در نظر بگیر که اولین روزمه، ولی خب از اون برم ارفاق نکن که قراره فردا نباشم چون شب خوشم اومد و قشنگ بیام کار کنم. آره ولی خیلی کولر بذارید اینجا، نمیشم همش خود بزن دستم باشه. خب بریم شروع کنیم. اولین آیتمی که میخوایم بزنیم بلو اسکایه. یه نوشیدنی سرده، یه سری جالب توش داره که حالا اوکی. الان مواد اولیه‌اش رو با هم دیگه اوکی بیاریم تا شروع کنیم. اوکی مواد اولیه. از اینا خیلی خوشم میاد. از اینا محمد آباناناس رو میدی؟ اینجوریش نه اینجوریش میکنم. مرسی. این چجوری؟ این تو هم میرم؟ این آره. خب بس چرا لغ میزنه؟ خب این باید محکم میزنه. اوه مگه مریضی روانی؟ باید با دستم با این انگشتم نگهش. بعد اینجوری؟ بعد اینجوری. اینجوریه؟ خب اجازه بدید من آموزش ببینم خودم. چیه؟ اینم جینجر. من بغل سوشی جینجر نداره؟ جا اینم همونه. اینم خیلی جالب تو جینجره. اینم خب جینجر برای اندازه‌گیری سیرپایی که استفاده می‌کنیم. پیمونه است در واقع. پیمونه کوکتل و نوشیدنی. پیمونه باریستا هست. الان قراره بلو اسکای درست. بلو اسکای فکر کنم قبلا خوردم نمیدونم. خب موادی که می‌خوایم توی نوشیدنی استفاده بکنیم سیروپ بلو کاراساو، آب لیمو، سنیچ لایم، آب آناناس، سیروپ بلوبری و سیروپ نارگیل. با سیروپ نارگیل خیلی دوست دارم. کلا نوشیدنیایی که نارگیل داره خیلی خوشمزه است به نظر من. و تخم مرغ. وا چخیه دیگه؟ نه واقعا؟ بله. قسمت هیجان انگیزش همین بود که بهت گفتم. و اینو میپزیمش یا خام میریزی؟ فکر کنم قبلا نخوردم بلو اسکای. خب چیکارش بکنیم؟ حالا میریم کامل؟ نه فقط سفید. یه ذره خیالم راحت شد. خب خب دوستان عزیز امروز می‌خوایم بلو اسکای درست کنیم. اول یه جینجر از پیمونه بزرگش بلو کاراساو به این شکل فرم کنیم، میریزیم توی شیکر. بلوبری یه جینجر هم بلوبری میریزیم دوباره. یه ذره اینو کمتر بریزم. بعد از اون یه ذره از این میریزیم. همش همینه ولی خب مقدار با هم فرق می‌کنه. آها خب چند تا باید بریزیم؟ چند تا؟ دو جینجر بزرگ. بزرگ. نوشیدنیه پروپیمونیه. چی شد؟ چیکار کردی؟ نشتی کرده. Here I come. Here I come. شما اینجا نگاه نکنید. من میرم. یه
دستمال کاغذیه بهم میدی. آفرین کردم. همین. نه دیگه اون بر بنوم. آها. یه دونه دیگه دوباره بریم دقت کنیم. دقت کنیم که نریزه لطفا. حساسیت. دیگه جایی همون که تو بهش تر نزن. 2 تا جینجر بزرگ دوباره. سنجلاین. از این ور خب الان میریزه. بازم دستمال. تو خونم همینم به خدا مامانم همش هرس میخوره از دستم. چه راحتم میگه. حق داره. آره. خب داشتم میگفتم آب لیمو، یه جینجر کوچیک، بله. یه جوری میریزید که نریزه. باریکلا. عجبا خیلی خوشم از نه خودم میکنم دیگه بعدش. با هم. خب داشتم میگفتی درست کنم. بیا بخور. هر چی داریم بعد بخور. 3 تا جینجر دقت داشته باشید. 3 خب دقت داشته باشید که تمیز کار کنید نریزید. خیلی مهمه واقعا. جدی میفرمایی؟ یه جینجرم درش باز نمیشه. بزرگ دیگه. میشه از بیشتر بزنم. خیلی دوست دارم. شیرین میشه دیگه خیلی. اشکال نداره. آیتمی که خودم خیلی دوست دارم و تخم. جدی اونو میخوای قاطی این ترکیب خوشمزه کنی؟ بله. حیفه به خدا حیفه. سفیده جداشه. بعد اینا رو نگیر. اینو میندازیم تو اینو میندازیم تو اینجوری همش بره. خب به نظرم دیگه آره. بسته دیگه خیلی هم تخم مرغ نریزیم. حالا اینو بزنم تو این. مطمئنی؟ بله. واقعا ریختم. و درش رو صفر کنم آره؟ اونجوری که گفتی؟ بله. آها. دیدی؟ نه جان من دیدی؟ آره دیگه تابلوه. نه اشتباهه؟ این بری. اینجوری؟ آره به بغل بگیرش. آها. خیلی باید بگیرش. اون سفیده باید قشنگ تخته کار من تعلق میگیره توی این قسمت. چقدر داره میریزه. چیکار کردی؟ گند زدی. ببین چه افتضاحی به بار آوردی. خوبه دیگه کف کرد. چه ادامه‌اش خودم انجام بدم؟ نه دیگه بذار خودم بزنم. بفرمایید. خیم بازی در نیاریدا. مرسی. این بری بگیرش. این بره دیگه. کلاً چقدر خره. آها. کدوم بره خوب؟ این بری. اینجوری. آها. من چون داشتم از اون ور می‌دیدم. دست حتما بگیر. آها. خیلی. تا جایی باید ادامه بدی که دیگه صدای نشنوی. صدای اون خیلی مواد رو مونده نمیشنوی یا میشنوی داره میریزه همینجوری ازش. خب اینو باز ببین برای باز کردنش اگه خیلی محکم بسته باشیش زنی باز میشه. آو. برو. بریز. دیدی نریختم. حال کردی؟ خب رسیم به مرحله آتیش بازی. یکم. خب شله‌ش رو ذره زیاد کن. خب زیاد. بگیری که
همین تخم مرغاشم بگیرم. این پزه دیگه قشنگ. نه بذاریم. خب رانیش بعدی نارگیل. یه باریستا بعد از اینکه نوشیدنیش آماده میشه میذارتش توی رست با دستمال کاغذی که آماده سرو بشه. نوشیدنی شما آماده است. بله باید یه سری میوه ها رو با هم میکس بکنیم به کمک مادلر. گوشکوب خودمونه. گوشکوب خودمونه. دقیقاً. گوشکوب با کلاس تحصیل کرده. شما چی باید بریزه؟ 3 خب. 2 نه دیگه خودم میخوام بزنم دیگه هیچی نگو بلدم. خب ببینید انقدر یخ میریزیم که این مرزش مشخص بشه. چقدر خوشگله اینجاشو بگیر. نگاه کن این بافتش یعنی خوب شده دیگه. نمیدونم اینه چی ولی خیلی خوب شده. خب رسیدیم به بخش نوشیدنی گرم. این دستگاه رو همچنان کار کردن خیلی باش سخته. من اولین بار میخوام باش کار کنم. اسم دستگاه چیه کلا؟ دستگاه اسپرسو. صنعتی. بزنم تا جایی که قهوه میشه. آسیاب میشه میز پایین. پس انقدر کافی. باید جوری صافش بکنی که این سطح این کج نباشه. یه شکل یه دست باید بهترین کار اینه که اینو اینجوری بزنی. دستم اینجوری کنم. آره با این دوتا انگشت فشار بیاری که صاف در بیاری. می‌بینی؟ کج. آها. حالا خب حالا لیوانو میذاریم آره زیرش تو این. برای لته کاپ لته رو انتخاب می‌کنی. زیر و آها کافی است. خب این اسپرسومون مرحله بعدی باید شیر رو خمدارش کنیم. چجوری؟ با این دستگاه. اوه فکر کنم بلدم اینو بسازم. خب الان اینو با این بزنم. ببین این پیشو که می‌پیچونی من از ترس به خودم ترسیدم. چه کاریه؟ خواهر چی کار میکنی؟ این بخار آبه. آها. خب و شیر با بخار آب فومدار میشه. خودم دیگه. خودت برو. از پایین شروع کنم؟ از بالا. از بالا به چرخ. خب اینجا استوب می‌کنی. حالا اینجوری مطمئنی داره قلب میشه؟ یعنی هر چیزی داره میشه جز قلب. اینو همین شکل باید ادامه بدی. الان کاپو صاف کن. آها چون دیگه میریزه ادامه شد. ادامه چی شد دقیقا؟ بله قلب شد. قلب رو نشون بده. یه لحظه اینها آها همینو باید بچه ها قلبش رو چشم بستی رفت تدا عالی شد. ممنونم. خیلی قلب قشنگی شد. خیلی زیبا شد. بچه ها خیلی بفرمایید این شما و این اولین لته آرت نامرئی جهان.
اول از یا خدا نه دیگه اینا رو- اینجوری راجبه چیز من بله، برخورد بله، نکن بله. لطفا. من زحمتشو کشیدم. نترسن کفای تخم مرغ است اینا. شبیه ابر شده. آره. خیلی فکرم سر باحاله. همین اسمشو میذارم گذاشتن بلو اسکای. آره دیگه مثل آسمون دیگه. آفرین. نه آفرین. باریکلا باریکلا نه باریکلا خوشم اومد. بیا خودت تست کن. عالی. اوکی. خیلی خوش طعم شده. همون طعم نارگیلی که خودت دوست داری دوست دارم. قشنگ غالبه. یه تست بکن. خب کنم تست کنم. چقدر خوب شده. قشنگ اون طعم نارگیلی که میخواستم رو داره. آخه جالبه که اصلا مزه تخم مرغ نمیده. خیلی جالبه. گارنیشاتون رو من باشه اجازهتون اختیار داری از با اجازهتون. خواهش میکنم. خوبه. فقط خیلی شیرینه. چی توش زیاد زدم؟ فکر کنم سیروپاش خیلی زیاد زدی. همون قدری که گفتی زدم دیگه. شاید من زیاد گفتم. تست کن. سیروپ همون اندازه‌ای که گفتی زدم. ببین طعم توت فرنگی و طعمش که شده خیلی اوکیه. اصلا شیرین نیست. وای اصلا شیرین نیست. میدونی چیه؟ پشت هم دیگه خوردیم. احتمالاً. شاید شیرینی اون مونده توی دهنم. نه، بعد خیلی خوبه. خوبه؟ عالیه. من که راضی بودم. خیلی شیرین نبود. نه اوکی. حالا اگر به ذائقه شما نمیخوره میتونیم که یه ذره یخلان قاطیش کنیم. آره نظر. خب لاتن چه حالی بشم من بعد این ستاب. خب رخ کار که عالی. عالی. اولین لته آرت نامرئی جهان. نامرئی و همش خوبه. همه لطه میده. رخ نداره فقط. مهم باطن انجام دید درگیر جواهر نشید. خب امتیاز بدم. از 10 نمره بدم دیگه. از 10 9 میدم. خوش اومدن. پشن میکس رو خیلی سخته. خوب بودا ولی خیلی شد. 7 میدم. نه 6 و نیم میدم. 6 و نیم میدم. 6 و نیم برازندشه واقعا. یه ذره یخت بدم. خب شب به ذره یخم بیاری تأثیری نداره. باشه 6 و نیم. من اصلا خودم هم از اونها دوست ندارم. لاتم طعمش خیلی اوکی بود ولی خب آرتوینه که چی چون طعمش خوب بود خیلی 7 درصد. خب امروز هم تموم شد. واقعا خیلی روز عالی بود. صابر جون ازت ممنونم بابت تجربه خوبی که بهم دادی و امروز خیلی روز خوبی بود و من شماره کارتم هم میدم که هزینه امروز من بزنی. و در نهایت حرف آخر این که اگر که دوست داشتید ویدیو رو حتما لایک کنید، کامنت انگلیسی برام بذارید و حتما برای حمایت از برنامه من کانال من رو سابسکرایب کنید و اینکه حتما توی کامنت ها بهم بگید که شغل بعدی چه شغلی رو تست کنم و سوالایی که راجع به این شغل داشتید رو توی کامنت ها بپرسید. من ازشون قول میگیرم که بیام به سوالاتون جواب بدن.